الو. راست در جای کار هستم، برای همین کم تا آواز نواشنیک گرفتم. بله خوب شد اکنون سوالتون پیشنهاد کنید. سوال همین که مقصد انا روزه را گرفتگیان با باینده نتونستگی، مقصد کودک مایده داشتگی انا بعد اپام خب انا هوای بعد از مقصد میتونن گیرن. بعد گفتم که همیشه از شما فهمیدم که باید آدمی که مقصد چند روز خورده باشه همین زنکا انا هموا بعد فضایی میگیرن در پوستیم 15 روز باشه 15 روز یا 30 روز هوای گفتم یک بار شروع میفهموندید انا 30 روز پورا گیرن مثلا در پوستیم یک ماه خوردگی باشن اما 30 روزه بینش نخورنده یک ماه پول نگیرن همین خیلی یا که بینش میشه در پوستیم خورد یکان روز با گیرد. خب خلاصه سوال شما همین خیلی است که زنی که از رمضان قرضدار هست به سبب مثلا کودک شیردار داشتنش یا حامله دار بودنش چند سال روزه نداشت قرضدار است، همین آدم باید رمضان 30 روز باید پی هم قرض را ادا کند یا 5 روز 10 روز یک روز داردن میشد. پی هم داشتن شرط نیست. پی هم داشتن فقط برای آن آدمی که در رمضان جیما کرده است. برای دیگر آدم ها پی هم 2 ماه بعدن هم روزه داشتن فقط برای همونها هست یا برای آنهایی که زیهار کرده است همسرش برای اونها هست. اما برای آن آدمی که از سبب عذر داشتنش روزه نداشته 30 روز قرضدار یا 60 روز قرضدار است، این آدم میتوند مثلا روزی پنجشنبه داشت، دوشنبه داشت، سه شنبه داشت، مثلا چهارشنبه داشت، جمعه شنبه یک شنبه استراحت کرد یا یک روز روزه داشت یک روز روزه خورد. همین خیل کرده صاف کننده میشد. فقط نیت کند که این قضایی رمضان گفتن، بله قرضم این گفته نیت کند پیش از یعنی وقتی سحری